شخصیت اصلی میتونه بد باشه، میتونه منفی باشه، اما نمیتونه آنتیپاتیک باشه. عشقی که شکل میگیره نمیتونه انگیزه درام باشه. قهرمان آنتیپاتیک که رو به رشد میگذاره یعنی فیلمنامه علیه خودش شده. میل امیر موتور روایت نیست، آفت ساختاره. دسیسه به جای تحول، انفعال به جای رشد. امیر به جای عبور از بحران‌های درونی با توسل به نقشه کشی‌های بیرونی پیش میره. امیر نه قهرمانه نه ضد قهرمان، فقط آزاردهنده است. نه عمق داره، نه تحول، نه همدلی، نه همزاد پنداری میشه باهاش کرد، فقط دسیسه و نفوذ و نابودی. شخصیت اصلی که آنتیپاتیکه یعنی فیلمنامه کار نکرده. فیلمنامه تلاش نمیکنه ما امیر رو بفهمیم، فقط میخواد بپذیریمش. اما بدون انگیزه باورپذیری، بدون تحول روانی ما هیچ وقت با اون همراه نمیشیم. این آدم زندگی بقیه رو خراب میکنه اما همچنان در مرکز روایت مظلومه. پدر شیرین زندانیه، شوهر عمه شیرین خودکشی کرده، شیرین فرو پاشیده، ولی امیر هنوز قهرمان باقی مونده. این عشق نیست، یک پروژه کنترل و نفوذه. رفتار امیر با شیرین بیشتر از اون که عاشقانه باشه الگویی از تملک و حذف رقیبه. امیر یه شخصیت بدجنسه اما نه آگاهانه طراحی شده. بدون زیرلایه، بدون بحران، بدون مسئولیت، فقط ابزار تخریبه. بار درام و دیگران میکشن و قهرمان همچنان آنتیپاتیک داره پیش میره. تمام فشار احساسی و روانی درام روی دوش شیرین، پدر شیرین و اطرافیانه، نه خود امیر. قهرمان نامحبوب یعنی درام بدون تکیهگاه. اما ما تاسیان رو میبینیم چون انتخاب بستر تاریخی، هوشمندانه و دراماتیکه. کنش‌های اجتماعی در متن روایت حل شده، چسبونده نشده. لحن فیلمنامه منسجمه و پراکندگی نداره. دیالوگ‌ها اغلب موجز، معنادار و شخصیت سازن. روایت ساختار داره، خط داستان گم نمیشه.